به راستی راز نرگس‌های حافظ در چیست؟ آیا تا حالا شده به کسی نگاه کنید و در همان لحظه تمام منطق ذهنتان از کار بیفتد؟ انگار یک جریان الکتریکی مستقیم به قلبتان وصل می شود. حافظ قرنها پیش اسم این اتفاق را گذاشت نرگس. اما نرگس در دیوان حافظ نه یک گل باغچه‌ای است و نه صرفاً یک استعاره شاعرانه. نرگس کد رمزگذاری شده حافظ برای توصیف قدرت ویرانگر نگاه است. نگاهی که هم بیمار است، هم مست و هم مقتدر. در عرفان حافظ این بیماری چشم نشانه نقص کمال نیست، بلکه نشانه این است که نگاه معشوق از عالمی دیگر آمده و در این عالم خاکی گیج و مست است. نرگس حافظ چشم آگاه بیدار نیست، چشم سرمست است که به جای دیدن جزئیات دنیوی به حقیقت مطلق خیره شده. از منظر زیبایی شناسی ادبی، نرگس در دیوان حافظ نه تنها یک واژه بلکه یک موتور تولید تصویر است. حافظ با استفاده از نرگس به دنبال خلق تصاویری است که همزمان دیداری، حسی، معنایی هستند. در شعر او نرگس دارای اعضای بدن و صفات انسانی می شود. چشم دارد، عربده جویی می کند، افسوس می خورد، دعوت می کند و حتی تحقیر می کند. این تشخیص باعث می شود خواننده با نرگس نه به عنوان یک منظره بلکه به عنوان یک طرف گفتگو یا یک حریف برخورد کند. هنر حافظ این است که نگاه انسانی را به یک موجود زنده و مقتدر تبدیل می کند که می تواند در یک لحظه عقل را از سر عاشق ببرد. حافظ با توصیف نرگس دارد به ما یاد می‌دهد که چگونه به زندگی نگاه کنیم. نگاه نرگسوار نگاهی است که از خستگی دنیا مست شده اما از حقیقت هستی سرشار است. نرگس در شعر حافظ در واقع سفر در هزار توی نگاه انسان به جهان است. نگاهی که گاهی با غرور به هستی می نگرد و گاهی در برابر زیبایی مطلق زانو می زند. دفعه بعد که غزلی از حافظ خواندید و به کلمه نرگس رسیدید، یادتان باشد که او دارد از یک تجربه فیزیکی عمیق صحبت می کند. تجربه غرق شدن در نگاهی که همه چیز را دگرگون می کند.
شما کدام بیت حافظ درباره نرگس را بیشتر دوست دارید؟ لطفاً برای من در کامنت ها بنویسید.